بچه‌ها خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. بعد از 2 سال ما امروز اومدیم که یک ویدیو دیگه ضبط کنیم. حقیقتا بچه‌ها من مهاجرت کرده بودم تحصیلی، اومدم به کشور دوست و همسایه، نه دشمن و دور اومدیم به کشور ایتالیا، همونجوری که میبینید. زوم کن. صداش زوم نمیشه تو این چیز. دیگه اومدیم که بهتر کنیم. امروز میریم یه تیکه از شهر رو هم میبینیم. کیفیت کوالیتی ویدیو هم پایینه به خاطر فیلم برداریه که عاشقا. یادتون نره که حتما چنل رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید، پیج اینستاگرام هم فالو کنید، چون به زودی قراره که یه دونه قرعه کشی خیلی خفن و توپ داشته باشیم. بچه‌ها یه ذره فقط کانتنت ویدیوامون قراره عوض بشه، یه ذره از حالت گیمینگ داریم خارج میشیم. قراره ولاگ یه چند تا بسازیم، چون سیستمم دیگه جواب گیمو فعلا نمیده تا برم بعدن یه سیستم جدا تهیه کنم برای گیم. قطعاً ویدیوهای گیمینگ هم دوباره اضافه میکنیم به کانال، نگران نباشید. ما خیلی نگرانیم. نگران نباشید. خیلی نگرانم من. نگران نباشید. نه نگرانم من. تو هم میبینیم. من اینجام فرشته هم لخته تو لخت نیست. مشغول کار شخمه. نه اون مشغول کار شخمه. اونو نگاه کن ناموسا، دستشو میاره بالا پایین. اونجا نگاه کن. نگران نباش، زوم میکنم. اونی که بالا دیواره رو بال داره بتمن شهره. منم میگم. یعنی شایان من واقعا دوست دارم نقش تو رو تو این ویدیو بدونم. دست نگاه کن، دست به جیب داره. گل سرسرش میزونه. لگو مورد علاقه چیه؟ یعنی مثلا بیارن اینجا بگن فقط یه دونه. جذاب خیلی داره. اصلا هیچ رفتی هم به لگو نداره. آره واقعا. دو تا سوراخ داره که مثلا شبیه لگو. نمیدونم اینو باید بسازی یا قیمت ناقابل 240 یورو. یعنی چقدر میشه؟ این 30 تومنه در 30 خورده. اینم 20 خورده دیگه. 20 نه 12. این شکلی میشه. طرح نهاییشون بچه‌ها نشون بده. کاغذ هم میشه بذاری. آره کاغذ هم میشه، تایپ هم میکنه. چه چرت و پرت تایپ میکنه؟ تایپ میکنه دیگه داداش. کاغذ میبینی جوهر رو نمیبینی؟ کار نمیکنه یعنی پول بدی واسه چیزی که کار نمیکنه. ببخشید الان این چی کار میکنه؟ خب فانکشن فرق میکنه. نگاه
مورد علاقه پیدا کردم. لگو مورد علاقه. نه. خداییش اینجا نیست لگو مورد علاقه. من جاسوسی خریدم این همین گرفتم. بعد نور میزن. کور شدم بچه‌ها. خیلی این از همه‌شون خوشگل‌تره. اینه باحاله. لوگوی شرکت لگو. خب آره درست بود. که درست داشتیم قافیه داشتو گفتم. لوگوی شرکت لگو. اصلا 1934 این اولیش بود. خب 1936 واسه کجا لگو؟ دانمارک. یه جا دیدم دانمارک. ناش آره اونورم زده. تو 53 کم کم مثلا رنگ مرور یه قیمتش رو خودش گرفته. آجی اولیش اینه اصلا 900 و یکش افتاده اینجوری میشه کم کم 1990 و این هم چیه دیگه امروزه دیگه اوجی یعنی امروز لوگو امروز شرکت لگو مارول مناطق محروم اسپایدرمن رو نگاه کن تو کاپتن امریکا کلش نگاه کن علی بینه چی شده؟ اسپایدرمن سوسمار امیزینگ اسپایدرمن نیفتم تا صبح باید بشینیم اینا رو جمع کنیم جدی اینو واسه رو کله است یا در نه یه چیزی توش در داره بابا تو چیزای لگو رو می‌ریزی ای بابا حیف شد باحال بودا های ناش این کوچیکشه بکنم میزنی وصل می‌کنی به کامپیوتر می‌تونی باش بازی به کامپیوتر مونیتور میزنی به مونیتور می‌تونی باش بازی کنی آتاریه دیگه اسکول نمی‌تونی باش بازی کنی نه میتونی نمی‌تونی داداش با چی می‌تونی بازی کنی قول کرد تو اومدیم استیشن اصلی تورینه
از مهیج‌ترین جاهای توری، یعنی ایستگاه قطار نشون بده. خیلی اینجا ریسکیه ها. ببین علی خیلی من ریسک پذیری علی رو اینجا فهمیدم. این تابلو رو ببینید بچه‌ها. حالا اینجا نشون بده. اوه نکن جون داداش نکن خطرناکه. نه سری زود میگم داداش راه افتاد. من سابسکرایب کنید و اینکه بپرم تو برم. مامور رو نشون بده. مامور کارگرم نشون بده اون داره بره. امروز روز خوبی داشتیم. من یکم سرد بود، علی یکم سردش بود. من گرمم بود. حجمم یکمی چربی‌ها داره جلوی سرما رو میگیره. ولی واقعا دفعه بعد سعی می‌کنیم ویدیو بهتری، کیفیت حداقل بهتر باشه، لرزش پایین‌تر باشه. او دارن زیر میزنن. خب همین دیگه من قهر کردم.